بینندگان ارجمند، همونطور که در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، در برنامه امشب بانوی جوانی مهمان ارجمند برنامه من هستند که یک بار دیگه هم من شانس و افتخار گفتگو با ایشون رو داشتم. بانویی که یک ورزش رو در زندگی خودش نه تنها به عنوان یک ورزش نگاه داشته، بلکه به اون یک معنای گسترده انسانی تر هم بخشیده است. یعنی ورزش رو همراه کرده با یک سری فعالیت‌های اجتماعی و انسانی. در واقع تنها به خودش و زندگی خودش و جامعه خودش فکر نمی‌کنه. خودش رو در مقابل همه گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی در نقاط مختلف دنیا مسئول می‌دونه. قدم برمی‌داره و به هر حال در موقعیتی قرار گرفته است که به یاری اونها میشتابه. از سارا سفری صحبت میکنم. سارا سفری که اگر به یادتون باشه در اولین گفتگویی که با او داشتم از سفرش به قله اورست و پولی که از اون طریق جمع کرد برای کمک به دختران نپالی در واقع استفاده کرد. امشب هم تجدید خاطری میکنیم با اساس کار سارا سفری و از او خواهم پرسید و بعد به سفر اخیر او به نپال میپردازیم و شاید سفرهای دیگه به نقاط دیگر دنیا در برنامه کار این بانوی جوان وجود داره با وسعت فکری به مراتب محدودتر از حیطه خانواده و جامعه خودش. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، مرسی که به من فرصت دادین توی برنامه‌تون باشم. ممنونم خانم سفری از اینکه دعوت منو قبول کردید. خواهش می‌کنم. خب یه خیلی مختصر از اولین سفر ماجراجویانتون بگین که یک بار هم با هم گفتگوی مفصل کردیم، ولی مختصر که برای بینندگان ما تجدید خاطره بشه. بله. من وقتی که آقای دکتر جفری کاتلر رو توی کال استیت فولرتون میت کردم، ایشون به من گفتن که راجع به ارگانیزیشنشون واسه من توضیح دادن، Empower Nepali Girls، که اینفورمیشنش هم پایین صفحه هستش. ایشون به من گفتن که وقتی 13 سال پیش رفته بودن نپال و تحقیقاتی راجع به مترنیتی انجام میدادن، متوجه شدن که دختران ناپدید میشن و بعد از اینکه یه مقدار تحقیق کردن نتیجه این شدش که این دخترها خانواده هاشون وقتی خیلی فقیرن و پول ندارن اینا رو بذارن مدرسه و نمیتونن افوردشون بکنن، گاورمنت نپال فقط واسه پسرا پول میده که برن مدرسه و از کلاس سوم به بعد دیگه فقط خانواده هایی که پول دارن میتونن دخترشون رو بفرستن مدرسه. و کسایی که توی شهرهای اون دور و بر هستن این قضیه رو میدونن و میان این دهاتا به خانواده هاشون میگن ما دخترتون رو میبریم که کار بکنه یه جایی و اینا و پول خودش رو در بیاره و در نهایت نتیجه این میشه که چون یه عده‌ای هستن که مریضی‌های خاصی دارن، اعتقاد دارن که اگر با یه دختر جوان و سن سال کم دار باشن مریضیشون بهتر میشه و در نهایت خوب میشن. حدود چند سال سن مورد نظر اینجوری مثلا 7-8 ساله دختر 7 ساله اگر بخوابن. بله. و اینا میان این دخترها رو خیلی قیمت پایین $50 اینا میخرن میبرن و این دخترها خب اگه مریضی‌های مختلف میگیرن HIV و این یا اگه شانس بیارن و زنده بمونن بعد از چند سال اینا دیگه سنشون رفته بالا و دیگه نمیخوان توی اون محل نگرشون دارن و برشون میگردونن دهاتاشون یا یه شهر دیگه و همه میدونن چه بلایی سر اینا اومده. اینا تمام تا آخر عمرشون خجالت زده شرمنده، همه یه جور دیگه نگاهشون میکنن، دیگه زندگی معمولی نخواهند داشت و کلا اگه زنده بمونن زندگی خوبی نخواهند داشت و این مسئله واسه این دخترها پیش میادش. وقتی که دکتر کاتلر که سایکولوژی درس میدن تو دانشگاه کال استیت فولرتون، نویسنده هستن، خیلی فعال هستن، 100 تا کتاب تا حالا نوشتن، ایشون وقتی این قضیه متوجه میشن میگن که من یه ارگانیزیشن میزنم که این دخترها رو ما توی آمریکا و اروپا پول جمع بکنیم و بفرستیم مدرسه. از 13 سال پیش تا حالا ما 300 تا دختر داریم که یه سریشون دارن تازه میرن دانشگاه.
این راجبه این پاور نپالی گرلز بود. من وقتی که متوجه شدم راجبه این موضوع تصمیم گرفتم که شروع کنم کوهنوردی برای این دخترها که بتونم براشون پول جمع کنم. آقای کاتلر خودشون خیلی موفقن و من میدونستم که ایشون هر مدلی بوده، به هر راهی که بوده پول جمع کردن واسه دخترها که برن مدرسه. من داشتم فکر می‌کردم چه کار میتونم بکنم که اینقدر عجیب باشه که اصلا تو فکر نه خودم جا بشه نه تو فکر دور و بریام جا بشه. در واقع یه کاری باشه که آدما بخوان کمک بکنن به این دخترها، یه کاری فراتر از من و تمام تواناییام باشه. گفتم من میخوام اورست رو کلایم بکنم و همینطور که میدونین اورست بلندترین قله دنیاست و سخت 60 روز طول میکشه، 2 ماه تمام طول میکشه بالا رفتنش و تو ترینینگ شدید بودم و این آخرین مسافرتی که دفعه پیش با شما صحبت کردم چویو بودش که 6مین بلندترین قله دنیا که 45 روز طول کشید ما بریم بالا و برگردیم. اورست توی همین 2 ماه دیگه است که دارم میرم اورست. خب شما قبلش کوهنوردی میدونستین یا به خاطر همین کلاس و این استاد و این حرفا اصلا کوهنورد شدین؟ من چند بار، من فقط 2 سال و نیمه که کوهنوردی میکنم، چند بار چند تا کوه رفته بودم. یه دفعه که توی 2 نصف شب توی دیوار یخی رو داشتم میرفتم بالا و نصف شب بود، خیلی ترسیده بودم، باد خیلی شدیدی میومد، روم فقط انقدر یخ بسته بودش از اون باد و برفی که همزمان داشت میومدش. همینجوری که برگشتم سرم و این ور اون ور کردم دیدم یه دره به چه عمیقی سمت راست و چپ من هستش. انقدر ترسیدم و وحشت کردم، همینجوری سریع شروع کردم با این تبر یخیم خودم رو رسوندم اون بالا و نشستم و زدم زیر گریه که وای من نمیتونم، این چقدر سخته، من داشتم میمردم و اگه باد شدیدتر بود افتاده بودم پایین و این چیزا. بعد استاپ کردم، این در واقع دیگه ادامه ندادم واسه 2 ماه کوهنوردی و دقیقاً همون روزی که من قطع کردم کوهنوردی و جاب آفر گرفتم از کال استیت فولرتون که وقتی رفتم اونجا دکتر جفری کاتلر رو میت کردم. وقتی ایشون رو میت کردم راجع به این پاور نپالی گرلز به من گفتن و من گفتم دوباره کوهنوردی رو شروع میکنم و دوباره شروع کردم. ولی تمام اینایی که گفتم توی 2 سال و نیم بوده تا به حال. کاش یه دفعه از استادتونم دعوت کنیم بیاد به برنامه باشه با حضور خودتون و یه مقداری بیشتر ما رو آشنا بکنه با این کار انسانی که داره میکنه. خب سفر دومتون به نپال کی بود؟ همین دسامبر دیورینگ کریسمس و نیویر از ما 20 روز توی نپال بودیم، مدت تعطیلاتمون رو توی نپال بودیم که توی این مسافرت همینجوری که دارین تصویراشو میبینین ما این کاتماندو پایتخت نپال، ما رفتیم مدرسه های مختلف سر زدیم. این مدرسه اسمش هست رایزینگ ریز. بچه‌هایی که توی این مدرسه میرن از خانواده‌های فقیری هستن که مادر پدرشون ممکنه خیابون جارو میکنن، شغل خاصی ندارن یا تازه اومدن تو شهر و اصلا کاری ندارن انجام بدن یا مادر پدرشون رو فرستادن. این دختران که مثلا $50 میشه خریدشون. بله بله. وای بر من. و اینا رو الان خب در واقع ما پیداشون کردیم، اینا دارن الان میرن مدرسه. یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود وقتی من میرفتم سر کلاسای اینا و بهشون میگفتم من مهندسم یا بهشون میگفتم که من دارم میرم اورست به خاطر اینکه واسه شما بتونم پول جمع کنم شما بتونین برین مدرسه، پسرا که چشاشون اولا گرد میشدش که یا اصلا نمیتونستن باور بکنن که خانم مهندس یا مثلا چطور میشه که مثلا یه خانومی مهندس باشه یا یه خانومی مثلا بخواد اورست رو بره بالا. و این خیلی جالب بودش واسه من و خیلی خوشحال بودم که اونجا هستم و چون وقتی از دخترها میپرسین که دلتون میخواد چی کاره بشین بیشتر میگن پرستار، سوشال ورکر و فکر میکنم خب اگه من زود ازدواج نکنم و اینا تنها آپشن دومی که دارم اینه که پرستار بشم. واسه همین واسهشون خیلی جالب بودش این مسئله.
توی این مسافرت ما دهات به دهات مختلف رفتیم، با بچه ها رو دیدیم، باشون وقت گذروندیم، باشون بازی کردیم. یه تیکه‌ای هستش که اینجا داریم بهشون بکپک میدیم، جاکت میدیم. تو اون طرف اورست ریجن خیلی سرد زمستوناش obviously و واسهشون ژاکت و وسایل تحصیلی بردیم. توی کلاساشون رفتیم باهاشون شعر میخوندیم، میگفتیم شما شعر بخونین. من همیشه ازشون طبق معمول سوالای ریاضی و اینا میپرسیدم و خیلی بچهای باهوش با استعداد. یعنی این شما دارید از دخترها صحبت من میکنید؟ دخترها دارم تعریف میکنم. ما تو هر مدرسه چند تا دختر داریم که همه دختری هستن که ما واسهشون اسکالرشیپ پروواید میکنیم یا پول مدرسهشون رو میدیم. ما تمام مدرسه ها رفتیم و این دخترها سر زدیم، آوردیمشون جلوی صف، به همه معرفیشون کردیم، جلوی همه بهشون بکپک دادیم. اونا واسه ما مثلا میرقصیدن، یه پرفورمنسی میخواستن واسه ما انجام بدن چون ما مهمون از مثلا خارج اومده بودیم و ساپورتر. این خطر به اصطلاح سکس با این دخترای معصوم طفلک، واقعا طفلک، این برای پسرا نیست؟ یا در این مورد شما تحقیق نکردید؟ من در این مورد تحقیقی نکردم. یعنی اونم احتمالاً یه عده‌ای هستن که خریدار بچه‌های پسر فقیرن. در این زمینه اطلاعی ندارم. امیدوارم در یه سفر بعدیتون حتما در این زمینه هم تحقیق کنید. یه مقدار به ما در مورد نپال بگید. نپال کجاست؟ همسایه‌هاش کدوم کشوران؟ چقدر جمعیت داره؟ وضعیت مساحتش که میدونید چقدر؟ شرایط زندگی مردم چیه؟ درآمد مردم، منابع درآمد مردم، یه مقدار به ما ادویکیشن در این زمینه بدید. خواهش می‌کنم. جمعیت نپال یک کشور خیلی کوچیکیه بین چین و هند. جمعیت نپال 27 میلیونه و درآمد کل کشور 6 بیلیون دلاره، ولی خرج کشور 7 بیلیون دلاره. خرجشون از خرجشون از درآمدشون بیشتره. درآمد اوریج هر شخصی هست $2400 سالی. $2400 سالی. شهرهای عمدهشون مثل کاتماندو، پوکارا، $7 در روز. بله. 6-7 دلار در روز. بله. شهرهای عمدهشون مثل کاتماندو، پوکارا، تیکاپور، ناپلگنج، ملانگوا، شهرهای زیادی دارن، ولی خب شهرهاشون مثل یه دهات ما میمونه. یعنی خیابونای آسفالت، یعنی آسفالت خیلی کم پیش میاد. بعد چراغای الکترونیک راه نه همینجوری. من چراغ عابر پیاده یا چراغ راهنمای رانندگی ندیدم. کدوم شهر بود این شهر؟ کپیتال، مرکز نپال، کاتماندو. در این حال خیلی مردمای مهمون نواز و پیسفول و مهربون و یعنی من همیشه شب بیرون بودم، صبح بیرون بودم، احساس سیفی میکردم. خیلی آدمای خوبی هستن، ولی در همزمان پیشرفت تکنولوژی خیلی زیادی. من اونجا خیلی اصلا تلفن ندارن هنوز روی زمین. یعنی منظورتون تلفن معمولیه نه تلفن معمولی؟ آره. یا رو زمین ظرفاشون رو میشورن و توی شیری رودخونه چیزی. یه تیپ حمام و دستشوییشون چجوریه؟ دستشوییاشون بیشتر اگه خب خیلی بیشتر مردم یه سوراخی توی زمینه که میرن اونجا. یعنی چی خانم؟ یعنی مثلا ایران بودش دهاتا که یه چاله میکنن توی زمین، بیشتر جاهاش اونجوریه. یعنی هر دفعه میخوان مثلا دستشویی، نه اون چاله میمونه دیگه، بعد روشو خاک میریزن. و وقتی اون چاله پر میشه تمام میشه، یه چاله دیگه بغلش میکنن. آره میرن. بعد خیلی سخته اونجا زندگی کردن. سخت، ورزش خوبی البته ولی سخته. چجور ورزشی خانم این کار؟ ورزش نیست. من نمیدونم چجوری در جنبه ورزشی نداریم. خب بعد شما در هتل اقامت میکردید اونجا که بودین؟ ما توی تی هاوس بودیم. یعنی چی تی هاوس؟ ویلج به ویلج میریم تی هاوس. تی هاوس ها خب بعضی وقتا شانس می‌آوردیم تی هاوس امکانات خیلی خوبی داشت. دستشویی هم داره. آره ولی بعضی وقتا مثلا می‌رفتیم دستشویی هم داره، دستشویی معمولی مثل دستشویی خودمون هم داره، ولی چی سرد بود، آب یخ بسته بود، آب نداشتیم. واسه همین باید می‌رفتیم پایین برف و آب می‌کردیم توی سطح می‌آوردیم بالا. هتل مثلا طبقه دومیم، می‌آوردیم بالا مثلا واسه دستشویی یا هر چیزی استفاده می‌کردیم. اونا
فقط شکل دستشویی اونجا بوده. حمام چجوریه؟ چند وقت مردم حمام میرن؟ من فکر کنم خودشون 2-3 هفته یه بار برن. ما اونجا هر فرصتی استفاده میکنیم، حتی یه موقع‌هایی میرفتیم آب جوش بو نمیدن. فکر کنم چون همه بو میدن دیگه همه عادت کردن. یعنی شما بلافاصله وقتی وارد میشید بو دماغتون پر میشه دیگه. ما چون اونجا خودمونم به همون کم همون میرفتیم دیگه همه خودتونم بو میدادیم. آره خودمونم بو میدادیم، واسه همین یه جورایی آدم متوجه نمیشه. خب خانم، رابطه زن و مرد چجوریه؟ من تا اونجایی که میدونم و تو جامعه شناسی نپال خونده بودم، یکی از جوامع نادر دنیاست که درش چند شوهری رایجه. آیا اینو شما اونجا دیدین؟ بله، ما یه شب که توی تی هاوس بودیم یه خانومی اومدش، یه خانم حامله‌ای بود و اومد داشت همین حرف میزد و اینا. یه نفری که ترنسلیت میکرد واسه ما گفت این آقا رو میبینین خانم، این یکی از شوهراشه، اون 3 تا برادر دیگه که الان تو شهر نیستن بقیه شوهران. من چون دفعه اول بود این مسئله رو میشنیدم اصلا نمیتونستم هضمش بکنم. هی داشتم فکر می‌کردم یعنی چی، چه جوری. بعد شروع کردم واسه من توضیح دادن که مثلا خونه‌های مختلف فرق میکنه. توی خونه اینا این مدلی بود که یه عصایی داشتن پشت در که اون عصا رو میذاشتن وقتی یکی از برادر رو توی خونه است. اگه یه برادر دیگه‌ای بیاد ببینه عصا هستش دیگه نمیاد توی خونه. و اینم واسه این میکردن که میگفتن ما زمینامون رو نمیخوایم قسمت کنیم، پولامون رو نمیخوایم قسمت کنیم، میخوایم همه با هم بمونه پول و زمینا. در واقع از جامعه شناسی، در جامعه شناسی نپال این هست که به علت فقر شدید جامعه خانواده نمیخواد اون چرا که به دست آورده تقسیم بکنه و نمیخواد قدرت اقتصادی خودش رو بین عوامل مختلف تقسیم بکنه. به همین جهت به یک زن میگیرن 5 تا 6 تا 7 تا برادر و یه وقت عصا میذارن. اولا بعضی از خونه ها مثل این که در نداره، یه بابی پرده و یه همچین چیزی یا در چادرن، این جداشون میکنه و بعد عصاشون آویزون میکنن، یعنی یکی از شوهرها در خانه است لطفا مزاحم نشوید. و یا اینکه وقتی میان پشت در یه جفت کفش میبینن، اون هم معنیش اینه که مزاحم نشید. و میدونید که بچه که به دنیا میاد به برادر بزرگتر میرسه. حالا مهم نیست کدوم یکی از برادرها نطفه رو کاشته باشه، ولی بچه به اصطلاح برادر بزرگتر میرسه و او در واقع مسئول خانواده است. امیدوارم وضع نپال بهتر بشه و از این وضعیت نجات پیدا کنن مردم نپال. خب در این سفر اخیرتون که شما رفتین نسبت به سفر قبلتون چه فرقی کرده بود کارتون؟ من سفر قبلی چون اصل سفر راجب کوهنوردی بود، من قرار بود 45 روز توی کوه باشم. 2-3 روز قبل از سفرم اختصاص دادم به اینکه دخترایی که توی دختر اسکالرشیپی که ما توی خود کدمندو داریم رو ببینم. واسه همین من فقط تونستم 30 تا از 300 تا دخترا رو ببینم، باشون وقت بگذرونم و راجب خودم بهشون توضیح بدم چه جوری زندگیم. یه آلبوممو برده بودم با عکس تمام زندگیم توش که بتونم باشون ریلیت بکنم و نزدیکتر بشم. و اونام راجب خودشون به من میگفتن مشکلاتشون، از چی خجالت میکشن، چی دوست دارن، چی دوست ندارن و کلی با هم حرف زدیم. چون 30 نفر بود جمعیت کم بود. این یکی سری که رفتیم فرقش این بود 300 تا دختر رو باید ویزیت میکردیم، چون قول که دکتر جفری کاسلر به تک تک دختره ارگانیزیشن دادن که من تمام راه با شما و تا جایی که شما برین مدرسه و تحصیلاتتون رو ادامه بدین ما پولشو میدیم. واسه همین خب چون تعداد دخترها بیشتر بود ما مسئولیت بیشتری داشتیم. دهات به دهات میرفتیم. دکتر کاتلر هم با شما بود؟ بله، دکتر کاتلر خانومشون و تمام یه سری والنتیر، ما 20 نفر بودیم که همه شهر به شهر میرفتیم. اینجا یکی از مدرسه‌های توی دهات گات هستش که تو راه رفتن به بیس کمپ اورسته. این بچه‌ها دارن واسه ما پرفورمنس میکنن. هر 4 تای این بچه‌ها جزء بچه‌های اسکالرشیپ هستن. اونی که ژاکت قرمز تنشه خواهر کوچیکه یکی از اوناست که قرار نیستش الان توی رقص اینجا وایسه، ولی تا دید خواهرش میرقصه 5 سالشه، اسمش از نیما. تا دید خواهرش میرقصه دوید اومد وسط و اینا و شروع کرد از رقصیدن. خیلی ناز بود. اینجا داشتن واسه برنامه آماده میشدن، ما بهشون بکپکاشون و جاکتاشون رو داده بودیم و رفته بودن دویدن رفتن توی اتاقش که جاکت ها رو بپوشن امتحان کنن ببینن اندازه‌شون یا نه، انقدر ذوق کرده بودن.
پیمان جان، میتونی فیلم رو برگردونی به اون صحنه ای که اون 4 تا دختر و اون دختر کوچولو اون وسط میرقصیدن؟ نه، این بزرگا نباشن توش. اون همون الان چند دقیقه نگه دار، همینجا پازش کن اگه میشه. پازش کنید لطفا. بینندگان عزیز توجه بفرمایید، لطفا بیاید داخل استودیو، اینو اون بغل بگذارید اگر میشه. پیمان جان ملاحظه کنید این دختر معصوم فکر نمی کنم بیشتر از 7-8 سالش باشه. اون با کاپشن قرمز 5 سالشه. این کاپشن این همین جلوس داره میرقصه، این چند سالشه؟ جلوی کلاس سومه. کلاس 9 سالشه. خب این دختر بر اساس یک اعتقاد که به نظر من اونم اعتقاد نیست، ریشه اقتصادی داره، این دختر معصوم چون باکره هست به رقم $50 یا $100 به فروش میرسه تا یه آدمی بخوابه با این دختر و احتمالاً مریضیش خوب بشه، مریضی هولناک احتمالاً جنسی هم هست، خوب بشه و یا دوچار اون نشه. این نیست اینطور؟ مگه دلیلش این نیست؟ بله. این وحشتناک نیست به نظر شما؟ حالا به جاهای این وحشتناکتر، البته من نمیخوام وحشت ایجاد کنم ولی این دنیا خیلی وحشت انگیزه. این تازه به نظر میرسه نپالی ها بدبخت‌ترین مردم دنیا نیستن. ما جاهایی داریم خیلی بدبختی ها بیشتره، اما همه همت این کوهنوردهای آمریکایی و آقای کاتلر و خانم سفری ما رو نداشتن برن و این رو برای ما بیارن. خب خانم ممکنه بفرمایید که برنامه آینده‌تون چیه برای کوهنوردی؟ من بعد از اینکه اورست رو برم چون 60 روز طول میکشه اول جون برمیگردم. اورست برای دخترای نپالیه چون بلندترین قله دنیاست و توی نپاله و هدفم اینه که تا جایی که میتونم فاند ریزینگ بکنم برای ادویکیشن این دخترها. برنامه بعدیم هستش که توی تابستون دماوند رو کلایم بکنم برای بچهای سرطانی محک و برنامه بعدیم هم این هستش که کلیمانجارو که بلندترین قله آفریقا توی کشور تانزانیا رو برای بچه‌هایی که انسان‌هایی که در واقع زالی دارن، البینیزم، توی یعنی اینایی که سفیدن، همه جاشون سفیده، ابروشون هم سفیده. یعنی اگر من بینندگان اگه اظهار نظرم آف باشه منو ببخشید، یعنی شبیه پدر رستمن. بله. زال. بله زال. میرید به کمک بچهای پدر رستم. داستانش این هستش که توی اونجا اعتقاد دارن که اگر، البته ببخشید من اینو میگم خیلی ناراحت کننده است، اگر اعضای بدن یه کسی که زالی داره رو بخورن یا داشته باشن گود لاک واسهشون میاره، شانس واسهشون میاره، خوشبختی واسهشون میاره یا خوبشون میکنن. یعنی یک آدم زالی رو زنده زنده بخورن، میان میدوان دنبالشون، دستشون رو قطع میکنن میبرن که داشته باشن. اون وقت این دست و پای زالی قیمت هم داره تو بازار، قابل فروشه؟ اعضای بدن کسی که زالی داره $400. یعنی یه دست میخرن دست زالی وقت اینا این پول از کجا میارن بدن؟ کشور تانزانیا؟ کشور تانزانیا. و بعضی وقتا نمیخرن چون $400 خیلی زیاده واسه اونا، یعنی فقط میگیرن پیداشون میکنن میدزدنشون و میخورنشون. حتی دولت سعی کرده اینا رو توی یه جایی گذاشته که مثلا مراقبت بکنه. با این حال اگه یکیشون بیاد بیرون، یه مسئله پیش بیاد، بخوان به هر دلیلی اگه اینا رو بیرون اونجا ببینن یا حتی میرن اونجا شبانه سعی میکنن، حتی مثل یه کت خدای خود همون اون دهکده‌ای که اینا زندگی میکنن یه دفعه سعی کرده که خودش زالی نداشته، سعی کرده یه نفر رو از توی خود دهکده موهاشو بکنه، این در واقع می‌خواسته پوست سرشو بکنه که بتونه موهای اونو داشته باشه. اعضای مختلف بدن رو فکر میکنن اگه داشته باشن واسهشون خوششانسی. بین دختر و پسر زالی فرقی نیست؟ نداره. نه. یعنی مثلا طرف سرشو ممکنه بخره توی بازار و بخوره،
پاشو بخره بخوره؟ یعنی تیکه تیکش میکنن و میفروشنش؟ بیشتر داستانایی که شنیدم دست و پا رو میکنن، چون دست و پا رو میکنن، ولی داستانهای دیگه‌ای هم هستش که از مو و از قسمت‌های مختلف بدنش هم می‌خواستن بردارن. یعنی حالا دارین می‌بینید اینا رو ببینید؟ توی تانزانیا که میرم یه ارگانیزیشنی هست NOAH که مراقبت میکنه از این آدمایی که اونجا زالی دارن. میخوام کلیمانجارو که بلندترین قله آفریقا هست و کلایم بکنم و فاندریزی میکنم واسه این بچه‌ها که بتونن وقتی که توی نگرشونشن تو اون دهکده مراقبت‌های بیشتری بشه، اگه دیواری خراب شده دیوار بسازن و بتونن اینا رو سیف و امن تو اونجا نگه دارن. اگه قراره کسی باشه که مراقبت‌های بیشتری بکنن، تعداد پلیسا رو زیاد کنن یا هر چی که اونا سیف و امن چند تا از این بچه‌ها فکر می‌کنید در تانزانیا باشن؟ آماری ندارید؟ نمیدونم، ولی چیزی که میدونم اینه که تو 3 سال گذشته 70 نفرشون رو کشتن. 70 تا بچه زالی رو کشتن و خوردن. واو. 70 تا بچه رو کشتن و خوردن. امیدوارم وقتی اینجا میرید خانم یه مقداری با این مطالعات گسترده‌ای که میکنید اطلاعات بیشترش، چون این سفرها برای هر کسی دست نمیده، هر کسی نمیتونه بره به این سفرها و حالا که نفر میره اگه یه مقدار اطلاعات دست اول بیاره خیلی با آگاهی عمومی کمک میکنه. امیدوارم که بعد از برگشتنتون از تانزانیا هم، البته اگه شما رو نه شما زالی نیستی، شما رو نمیشه خورد از این نظر مسئله ای نداره، زالی نداره، ولی آدمای سفید و بور هم مسئله نیستن. نه فکر کنم میشه شناسایی کردش، یعنی سیاهایی هستن که سفید هستن، مثل همین مشخص خودشون شناسایی میکننشون. میدونید موبوتو سسه سکو رئیس جمهور فکر میکنم کنگو بود، بینندگان عزیز اینا دارم از همینجوری الان به ذهنم رسید بگم، واقعه درسته ولی کشورش که رئیس جمهور کدوم کشور بود یادم نیست. میدونید از نظر او بهترین گوشت جهان چیه؟ هست نمیتونید بزنید. گوشت دختر سفید پوست 6 سال است. ما دیدید مثلا بره پلو درست میکنیم، بره وسط چیز هست. آقای موبوتو سسه سکو لذیذترین گوشت جهان براش دختر 6 ساله سفید آمریکایی است. بله، در جهان عجیبی زندگی میکنید. خب حالا که شما برنامه‌تون اینه، ایران رو چجوری انتخاب کردید؟ ایران من از نظر کوهنوردی شرایطش فراهمه، شما چجوری با شرایط محدودیت‌های لباستون فلانتون اینا مسئله نیست؟ اگه لباسای ورزشی ببینید، لباس کوهنوردی خیلی پوشیده است، یعنی حتی از به نظر من حتی مانتو روسری هم پوشیده تره، واسه اینکه خیلی پفی و گنده و کلاه همیشه داریم. تمام مشکلی ندارید؟ من فکر میکنم مشکلی نشده، چون خانم‌های کوهنوردی چند نفر رو میشناسم که توی ایران خانم‌های کوهنورد هستن و دماوند رو کلایم کردن، واسه همین میدونم که قابل شدن. خب گفتید که برای بچهای سرطانی محک میخواید اینو جمع کنید. شما چه جوری مثلا در رفتن به دماوند چه جوری برنامه دارید برای جمع آوری کمک مالی؟ من فاندریزینگ ایونت میذارم. فاندریزینگ ایونت میذارم در خود ایران؟ خب تو همین اینجا میذارم فاندریزینگ ایونت ها رو، و توی همین برنامه‌ای که صحبت میکنم هم خیلی از ایران به من ایمیل میزنن که ما چجوری میتونیم کمک بکنیم. واسه همین خب میتونن به خود حساب محک بریزن، یا اینکه من دارم سعی میکنم یه وبسایت جدایی درست بکنم که اگه خواستن بتونن کمک بکنن، و بیشتر ایونت های مختلف میذارم که الان ایمیل شما رو گذاشتن در اتاق فرمان. بله، سارا empowernepalygirls.com. این چون الان فاندریزینگ فقط برای اورست انجام میدم تا اینکه برم و برگردم، بعد دماوند و کلیمانجارو، ولی به هر حال این از همین میتونن استفاده کنن برای ارتباط با شما. بله، یه راه حل دیگه هم که میتونن با من در تماس باشن توی صفحه فیسبوک هم هستش که صفحه فیسبوک من هست Climb Your Everest. این صفحه فیسبوک همه، از این طریق میتونن با من در تماس باشن و حتی دنبالم بکنن توی کوههای مختلفی که میرم و ببینن که چقدر پول جمع کردم یا چه کمک‌های دیگه‌ای میتونن برای کلایم های آینده
به من بکنه. این در مورد ایران، این کلایمی که میکنید از قله که بالا میرید، با توجه به اینکه مردم همزبان هستن و اتفاقا شاید درسته وضع اقتصادی ایران خرابه ولی بعضی ها وضعشون خیلی خوبه، بله. شاید یه منبع تازه‌ای برای فاندریزینگاتون پیدا بشه. دقیقاً. من قبل از اینکه بخوام برم حتما با زنان کوهنوردی که اونجا هستن در تماس خواهم بود، با دوستانم توی ایران که فاندریزینگ ایونت بذاریم اونجا. قبل از اینکه میرم بالا با خود محک توی تهران در تماس خواهم بود که اونجا ایونت بذاریم که بتونیم، چون من تا حالا رولم این بوده که برای هر یه فوتی که میرم بالا $1 جمع میکنم، دماوند تقریبا 19,000 فیت میشه، $19,000 جمع میکنم برای بچه های محک. عجب روحیه قوی دارید. خب بعدش میرید به تانزانیا و اورست؟ نه، اول اورست میرم، بعد دماوند، بعد کلیمانجارو. اورست میرید، دماوند میرید، کلیمانجارو. بله. شما کتاب برف‌های کلیمانجاروی همینگوی رو خوندین؟ نه نخوندم. اولا هم کتابش هست، یکی از کتاب‌های خوب همینگوی هست و هم فیلمش تهیه شده و هست جز فیلم‌های کلاسیک. بهتون توصیه میکنم قبل از رفتن حتما کتابو بخونید. حتما. و فیلمم هست، میتونید فیلمو نگاه بکنید. در هنرپیشه‌های خیلی معروفی هم در اون فیلم بازی میکنن. ببینید، بعد تشریف برید به اونجا ببینید که دید همینگوی با اون چه که شما میبینید در کجا تفاوت داره. تا بعد از گفتگوی تانزانیاتون، البته اگه نخورده باشنتون خانم، بعد ما بتونیم این بچه ترسید این خانم بعد بتونیم اینها رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم چه تفاوتی هست بین دید همینگوی و دید شما. حتما. خب بفرمایید که بنابراین این کلیمانجارو چه ماهی میرین؟ توی اکتبر، ماه اکتبر. ماه اکتبر میرسیم برید به کلیمانجارو. بله. سرد نیست اون موقع؟ نه همیشه اونجا هوا خوبه. در واقع خوبی کلیمانجارو اینه که خیلی ماهای سال میشه رفتش. آره، مثلا اورست کوهیه که فقط یه بار تو سال میشه رفت، اونم اپریل و میه. همین اپریل باید شروع کنیم بریم بالا، می فقط میتونیم بریم قله برگردیم و همه تمام سال باید منتظر اون روز باشیم. ولی کلیمانجارو یا دماوندم خب سیزنش فقط تابستونه، مثلا همین تنها موقع سال که میشه رفت دماوند تابستونه. کوههای مختلف. خانم این ورزش کوهنوردی یه ورزش سختیه، چه برای زناش چه برای مرداش. حالا من سکسیست نیستم ولی خب مردا رو میتونم بفهمم، نه؟ ولی خانم‌ها معمولا توی این ورزش تنیس میرن، والیبال میرن، شنا میرن، از کوه و کمر میخ و پیخ و بزن و برو بالا و خطر سقوط و همه اینا رو کمتر خانم‌ها به جان میخرن چون عاقل‌تر از مردان. و چند درصد این کار آمادگی فیزیکی میخواد و چه مقدار آمادگی روانی میخواد تا آدم یک کوهنورد باشه. و اصولاً هر ورزشی به نوعی برای آدم فرح انسانی و نشاط ایجاد میکنه. ورزش کوهنوردی چه تغییری در آدم به وجود میاره؟ من اولش که شروع کردم فکر میکردم خیلی مثلا فکر میکردم درصد بالای فیزیکیه. همینجوری که به مرور زمان شروع کردم کوههای بلندتر و بلندتر رفتم، متوجه شدم 90% ورزش روانیه و فقط 10% ورزش فیزیکیه. وقتی که آدم باید 60 روز توی کوه باشه، 60 روز من باید بتونم هر روز خودم رو موتیویت بکنم که مینیمم 7-8 ساعت راه برم، بتونم خودم رو موتیویت بکنم، خودم رو خوشحال نگه دارم، خودم رو با انگیزه نگه دارم و بتونم هدفم رو توی تمام این 60 روز ببینم که میخوام ببینم به کجا میخوام برسم و هر روز بتونم سلامتی خودم رو حفظ بکنم، غذا بخورم. تو میدونی که تو ارتفاع بالا آدم اشتهاش از میره و وقتی که وزن به مقدار زیادی کم بشه یه جوری دیگه سیف نیستش که بالاتر برین و حال آدم سری بد میشه. واسه همین یه چیزی که مهمه اینه که آدم بتونه به زور غذا بخوره و به زور بتونه آب بخوره و بتونه سلامتی خودش رو حفظ بکنه. من فکر میکنم 90% روانیه و یه دلیلی که من این ورزش رو انتخاب کردم واسه اینه که من از هوای سرد بدم میومد، اصلا نمیتونستم روی زمین بخوابم، هیچ اصلا نمیرفتم، هیچ چادر به عمرم اصلا نخوابیده بودم.
وقتی 2.5 سال پیش تصمیم گرفتم این کارو کنم، دنبال یه کاری میگشتم که انقدر بزرگتر از من باشه که من نتونم حتی تصورش بکنم. و در واقع این راهی که رفتم تا الان، من فکر میکنم باعث شده که من چقدر قدر تمام چیزایی که تو زندگیم دارم و بدونم. مثلا وقتی که آدم روی زمین میخوابه، روی برف، روی یخ میخوابه، اونم کج و کوله به صورت هر مدلی که صاف نیست، بعدش میام روی تختم و به بالشتم میرسم، انگار که بهترین چیز دنیا رو دارم. یا وقتی که آدم 60 روز باید اسکوات بکنه روی سوراخ روی زمین، اگر البته سوراخ باشه. وقتی ارتفاع بالاتر میریم دیگه پلاستیک و این چیزا استفاده میکنیم. وقتی به اونجاها میرسه، وقتی میام خونه که فقط میبینم دیگه لازم نیست من اون کارا رو بکنم، قدرش رو میدونم. وقتی غذای گرم دارم، غذای متنوع، هر روز یه چیز نباید بخورم برای 60 روز، اون وقت قدرش رو یعنی قدر زندگی و تمام چیزایی که دارم میدونم. یه جمله قشنگی که یکی از دوستان برای من تکست کرده بود این بود، نوشته بود، این سردر دانشگاه آکسفورد نوشته: آینده مکانی نیست که به آنجا میرویم، جایی است که آن را به وجود میآوریم. راههایی که با آینده ختم میشوند یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند و ساختن آن هم سازنده را و هم مقصد را دگرگون میکند. من اولش که گفتم کوهنوردی میخوام بکنم، ارتفاع واسم مهم بود، ولی همینجوری که تو این راه رفتم و شروع کردم برای دخترها پول جمع کردن، متوجه شدم در واقع به یه ارتفاع جدیدتر و بالاتر رسیدن مسئله مطرحی نیست، اصلا اهمیتی نداره. چیزی که واسه من خیلی اهمیت داره و معنی میده به کوهنوردی من اینه که اینو دارم برای کی انجام میدم، برای چی دارم انجام میدم، و وقتی دارم این کار رو انجام میدم که اینقدر سخته و اینقدر نمیخوام، از لحاظ فیزیکی منظورمه، اینقدر سخته و اینقدر شرایط بدی داره و دارم این کار رو انجام میدم، خودم توی خودم حس میکنم که انگار که یه فضایی داره باز میشه، انگار که دارم بزرگتر میشم، انگار که جا دارم برای همه چی، و یه احساس این یه فضای تازه‌ای رو هم برای خودتون باز کردید و هم برای جامعهتون باز کردید و هم برای نگاهتون به زندگیتون. درسته، تو دقیقاً صبورتر شدید؟ خیلی صبورتر شدم. مثلا توی ارتفاعای بالا یه چیزی که پیش میاد اینه که آدم صبر و حوصله و اعصاب اینا نداره، تمومه، و خیلی راحت میشه آدم عصبانی شه. چیزی که یاد گرفتم اینه که خودمو آروم نگه دارم توی شرایط مختلفی که پیش میاد. وقتی که خیلی سخته و دارم زجر میکشم، خودمو بتونم آروم نگه دارم. اون موقع دارم فکر میکنم که دارم تورچر میشم، یعنی مثل شکنجه میمونه بالای کوه واسم. ولی وقتی میام پایین و میبینم که فقط به خاطر اون سختی که اون بالا کشیدم چقدر چیز یاد گرفتم، چقدر آرامش بهم داده، چقدر بزرگترم کرده، به نظرم بلسینگ میاد، به نظرم چقدر خوش شانس بودم که من داشتم اون زجر رو اون بالا میکشیدم. گفتید که وقتی آدم در اون ارتفاع بالا میره میل به غذاش کم میشه. بله. این نتیجه این وزن از دست میده. خود بله. شما این حالت براتون پیش اومد؟ من 15 پوند وزنم کم شدش. در چه فاصله؟ فاصله 40 روز، 36 روز. 36 روز. اون وقتی به اوج کوه میرسید این وزن کم کردن آغاز میشه یا در همین حرکت؟ عادتا حرکت سبب کم شدن وزن میشه، ولی نکته ای که برای من مهمه این که شما گفتید که در ارتفاع آدم اشتهاش به غذا کم میشه. بله، هر چی که میریم بالاتر اشتها کمتر و کمتر و کمتر میشه، و خب چون روز قله مهمترین روزه، در واقع ما شروع میکنیم خوراکی‌های مختلف خوردن که بتونیم خودمونو بتونیم وزن رو نگه داریم. مثلا 3-4 هزار کالری یا شاید هم بیشتر روزی غذا میخوریم. من حتما انقدر کیت خوردم توی این 45 روزه که من فکر کنم کل عمر من حساب کنین با این مقایسه کنیم با این 45 تو این 45 روز بیشتر کیت و چاکلت خوردم کامپر به تمام زندگیم. فقط دارم سعی میکنم خودم رو نگه دارم. آره، چون یه نفر دیگه بود 15 پوند کم کرد، فرستادنش پایین، چون واسه بدن اون 15 پوند خیلی بودش و دیگه اصلا نمیتونست راه بیاد، یعنی جون نداشت دیگه. در واقع خیلی مهمه که آدم بتونه هر روز به وجود بیاره خوشحالی و انگیزه رو به وجود بیاره. زده این که خب بسیار از اینایی که در عرصه مربوط به کم کردن وزن و در یه مدت‌های کوتاه اینا کار میکنن، اگه
این نکته رو بدونن یا در این زمینه مطالعه کنن، خب میتونه یه بخش از برنامه‌های کاهش وزن این باشه که آدم‌ها رو عادت بدن از کوه بالا برن به اون قله‌ای برسن. نیست اینطور؟ برن تو ارتفاع اصلا بشینن، تو ارتفاع نشستن وزن رو کم میکنه، بدن داره همینجوری دیتریوریت میکنه در واقع توی ارتفاع، چون بدن داره سعی میکنه اکسیژن برسه. البته ما هیچ کدوممون پزشک نیستیم، متخصص شناخت آناتومی انسان هم نیستیم، ولی با این توضیحاتی که خانم سال سفری میدن مثلا میتونن یه فرض کنیم همکار ما آقای پیمان رو که مقداری اضافه وزن داره، این رو میتونن به یک هلیکوپتر بذارن، تو هلیکوپتر ببرن سر قله اورست، اونجا بذارن یه 40 روز که بمونه و برگرده، خب حتما کلی وزن از دست داده. اورست که 29,000 فیته، ولی توی 15,000 فیت اگه ما که الان دم آبیم ببرن یکیمونو بزنن تو 15,000 فیت نفس نمیتونیم بکشیم، یعنی احتمال خیلی خطر زیادی داره واسه بدن، واسه همین فکر خوبی نیست. خیلی متشکرم، کارمون به جای دیگه میشه. خانم بسیار خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم، با شما صحبت کردم، گفتگوی متفاوتی بود چون عرصه متفاوتی بود و مصاحبه شنونده متفاوتی رو داشتم. امیدوارم که من رو در جریان فعالیتاتون قرار بدید تا احتمالاً در آینده باز هم از این گفتگوهای خیلی خوب با شما داشته باشیم. مرسی، خیلی ممنون. و حتما اگر که بخواید در زمینه فعالیتتون گسترش بدید، کارایی بکنید، مسلم بدونید که تلویزیون اندیشه از شما حمایت می‌کنه. خیلی ممنون. مرسی. ممنونم از اینکه تشریف آوردید. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و روزگار بکام.